گرامی داشت نام نیکی باباجان غفوروف مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفوروف یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 55. باباجان غفوروف، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. معاملات پول. مسئله دیگری که اکادمیک غفوروف به آن توجه نموده است این معاملات پولی بوده. قید می نماید که رشد قوه های استحصال کننده بیش از پیش جدا شدن کسب و هنر از خواجگی دهات و انکشاف منبعد استحصالات مالی باعث رواج داد و گرفت در داخل دولت های آسیای میانه و با کشورهای همجوار گردید. مؤلف می نویسد که معاملات پولی آن وقت را می توان با دو خصوصیت اساسی آن توصیف نمود. یکی این است که اهمیت پول طلا در این دوره نسبت به زمان گذشته خیلی می افزاید. درست است که این پول را مثل پیشتر با بارکش قبول می کنند، ولی نقش آن همچون واسطه معاملات افزونتر می گردد. پول طلا در اکثر شهرهای آسیای میانه برآورده می شود و آن به بازار راه می یابد که پیش این طور نبود. دیگر خصوصیت سیکه های آن وقته آسیای میانه با حادثه ای که بحران پول نقره نام گرفته است علاقمند می باشد. از عصر 11 در دولت های شرق نقش پول نقره رو به پایین می نهد و در بعضی موردها وزن آن کم می شود. حدود گردش آنها تنگ شده همچون پول کمارزش فقط در داخل دولتی که آنها را برآورده است گردش می کنند. جریان تنزل پول نقره در هر دولت به طور گوناگون صورت می گیرد. مثلا در دولت غزنویان این حالت نسبتاً سست‌تر به عمل می آمد. سلطان محمود غزنوی و پسر او مسعود از هندوستان چنان ثروت به غارت برده بودند که چند مدت قرب پول نقره را نگاه داشته توانست. در سیکه آنها 70-76% نقره خالص موجود بوده. درهم های پر ایاری که 95% نقره داشتند هنوز رایج بودند. اما در خود همین وقت درهم های قرخانی ضرب نواحی جنوب آسیای میانه همگی دارای قریب 20% نقره بودند. سیوم، مدنیت عصر 11 ابتدای عصر 13. بناکاری، معماری و هنر عملی. در قسمت مذکور تاجیکان آید به مدنیت مادی خلق تاجیک
در دوره مذکور سخن می رود. اکادمیک غفوروف می نویسد که از دوره مذکور مقدار زیادی آثار معماری محتشم تا زمان ما آمده رسیده است. در ساختمانی با شکوه این دوره خشت پخته نسبت به پیشتره موقع کلان را اشغال می نماید. نمونه خیلی جالبی چنین ساختمان قلعه بالای ناحیه اسفره تاجیکستان می باشد. در این دوره ساختمان قصرها خیلی وسعت یافت. قصرهای حاکمان ختلان، ترمیز و امیران غزنوی که از طرف باستانشناسان در هلبوک، ترمیز، غزنه و لشکری بازار کشف شده اند در این باره گواهی می دهند. آثار دینی و پرستیشی از قبیل مسجد، مناره، خصوصا مقبره ها نسبتاً بیشتر باقی ماندند. مقبره های آن وقته اشخاص دینی یا عامی یا تماماً از خشت پخته و یا از آمیخته خشت های پخته و خام بنا یافتند. مقبره ها گنبزناک بوده، در داشتند و گاه ها بیدر هم می شدند. در این دوره هنری عملی هم به پایه بلندی ترقی و تکامل خود می رسد. نمونه های حکاکی روی گچ، چوب و مرمر، این چونین سفال های کندکاری شده خیلی عالی و با شکوهند. استاهای گلدست در ساختن نقش های هندسی و نباتی و تصویری اساطیری حیوانات هنرنمایی حیرت انگیزی کردند. در سبک و طریق آرایشات ساختمان های با شکوه این زمان عنعنه دوره های گذشته دوام و انکشاف یافته، در عین وقت نوآوری استاهای بناکار نیز به نظر می رسد. آمیزش عنعنه و نوپردازی در زیب و زینت و آرایش یادگاری های معماری جهت های به خود خاص و تکرار نشونده بخشیده است. علم و ادب تاجیک در عصر 11 اول عصر 13. مسئله مذکور را تحقیق نموده اکادمیک باباجان غفوروف می نویسد که تغییرات سیاسی آخرهای عصر 10 یعنی از بین رفتن دولت سامانی، رشد علم و فرهنگ، پیشرفت زبان فارسی تاجیکی و ادبیات تاجیک در نتیجه جنگ‌های پی در پی و زد و خوردهای داخلی تا یک درجه بازداشته شد. در آن زمان ادبیات تاجیک اساساً در پایتخت دولت غزنوی رشد یافت. یکی از شاعران نمایان ابوالقاسم حسن ابن احمد عنصری بلخی می باشد که در سالهای 60 عصر 10 تولد یافته، سال 1039 وفات نموده است. عنصری در اکثریت لشکرکشی های سلطان محمود اشتراک نموده، قسمی اساسی قصیده های خود را به وصف غلبه های سلطان بخشیده است. معاصرانش او را چون استاد زبردست سخن بسیار تعریف و تحسین کردند. به قلم او چند مثنوی عاشقانه از جمله مثنوی وامیق و عذرا تعلق دارد. عنصری سبکی بیان مرکب و پر استعاره قصیده مدحیه را به ادبیات فارس و تاجیک تطبیق نمود. ابوالحسن علی فرخی و ابو نجم احمدی منوچهری نیز از نمایانترین شاعران دربار غزنوی بودند. نمایندگان دیگری برجسته علم این دوره ابو علی ابن سینا بود و ابو ریحان محمد ابن احمدی بیرونی. سالهای 973 1051 می باشند. بیرونی تمام عمر خود را برای از خود کردن دانش صرف نموده، غیر از جشن‌های نوروز، عید سال نو 21 مارت و مهرگان، عید حاصل غنداری 21 سپتامبر، دیگر همه وقت مشغول کارهای علمی بوده است. در نیمه اول عصر 11 تاریخ نویسی هم ترقی کرد. ابو نصر اوتبی با زبان عربی تاریخ یمنی و ابو سعید گردیزی با زبان فارسی تاجیکی زین الاخبار نام اثرها نوشتند. بزرگترین مورخ غزنویان ابوالفضل بیهقی
سالهای 995 1077 بوده. اثری او با نام تاریخ مسعودی یا خود تاریخ بیهقی مشهور است. حیات و فعالیت ادبی چنین نمایندگان معروف ادبیات تاجیک مانند اسدی طوسی، ناصر خسرو، عمر خیام، فخرالدین گرگانی، اوحدالدین انوری، مسعود سعد سلمان، معیزی، صابر ترمیزی و غیره در همین دوره جریان یافته است. البته ایجادیات این ادیبان از جهت مضمون غایوی به یک درجه نبوده، بلکه دارای تفریقه های کلی می باشند. در بین شاعران نام برده خصوصا ناصر خسرو، عمر خیام و فخرالدین گرگانی که در آثار آنها تمایل خلقی و ترقی خواهی برتری پیدا کرده است مقام برجسته دارند. در برابر پیشرفت نظم در ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک بهترین نمونه های اثرهای نثری نیز به وجود می آیند. چنانچه سیاستنامه نظام الملک، 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی، حدایق السحر رشیدالدین وطوات، سنبادنامه ظاهری سمرقندی و مقامات حمیدالدین بلخی از همین قبیل اثرها به شمار می روند. پهن شدن تصوف و راه یافتن آن به ادبیات فارس و تاجیک. به نظر اکادمیک باباجان غفوروف یکی از مهمترین خصوصیت‌های این دوره به ادبیات فارس و تاجیک راه یافتن غایه‌های تصوف می باشد. تصوف در زمینه دین اسلام نمو کرده، از قرآن، حدیث و دیگر عنصرهای آن بهره برد. با تأثیر روحانیان و فیعدلان یک شکل نوی تصوف پیدا می شود که اهل آن مردم را فقط به زهد و تقوا، اطاعتکاری و رعایت شریعت دعوت می کردند. شیخان صوفیه، پیران طریقت تدریجاً اعتبار خیلی زیاد و قوه بزرگی سیاسی پیدا کرده به خدمت خود صدها مریدان فرمانبردار را جلب می نمایند. در عصرهای میانه تصوف دارای 2 جریان ضد یکدیگر، فیعدلی و خلقی بود. جریان خلقی تصوف با دایره هنرمندان شهر علاقمند گردیده، اعتراض عامه را بر علیه ظلم و ستم فیعدلان افاده می نماید. اهل تصوف در برابر ترک دنیا کردن و دست کشیدن از ناز و نعمت که شرط اساسی اکثر طریقت‌های رویه تخیلی غیر فعال و از لزومات دوره اولی از شیخ سبق گرفتن مرید به شمار می رفت. غایه محبت و انسان را تبلیغ کرده در راه حاصل مقصد خود از مبارزه مسلحانه نیز خودداری نمی کردند. البته از این چنین بر نمی آید که همه صوفیان در دست سلاح و مقابل فیعدلان و اصطلاحگران اجنبی سر برداشته گویا از تصوف ریاضتی اصلی تماما قطع علاقه کرده باشند. در بسیار دوره‌های تاریخ بعض جریان‌های تصوفی که علاقه خود را از دایره هنرمندان و طبقه‌های پایین جمعیتی شهر نکنده بودند، با وجود محدودیت‌های تاریخی خود رویه‌های نسبتاً پیشروی حیات جمعیتی دوره‌های معین تاریخی را تشکیل می‌دادند. فعالیت اکثر ادیبان و متفکران گذشته از قبیل بابا کوهی، انصاری هراتی، سنایی، فریدالدین عطار، نظامی گنجوی، جلال الدین رومی، امیر خسرو دهلوی و عبدالرحمن جامی با تصوف رابطه قوی داشت. ایدئولوژی صوفیه در حیات جمعیتی آسیای میانه به درجه وسیع پهن گردیده بود که جریان ارتجاعی فیعدلی تصوف تدریجاً علل خصوص در آخرهای عصر میانه در قطار جریان دینی حنفیه اسلام موقع دومی جریان اساسی را اشغال کرد. در این دوره محمد غزالی
و برادر او احمد غزالی که نظریه مخصوص تصوف عشق عرفانی را به میان گذاشته است. این چنین شاعرانی برگزیده متصوف عبدالله انصاری 1006 1077، ابوالمجد سنایی 1050 1131، فریدالدین عطار 1142 1220 به میدان آمدند. در انکشاف غایه های انسان پرورانه این دور شاعری بزرگ فارس و تاجیک نظامی گنجوی نقش کلان بازید. او آفریننده اثری بیزوال خمسه است که دهها شاعران با زبانهای فارسی، ازبکی، ترکی، آذری و غیر آن را پیروی کردند. در دوره مذکور به جای سبک خراسانی اسلوبی نوی ادبی که با نام سبک عراقی مشهور است ظهور نمود. اگر بیان ساده و به زبان گفتگو نزدیک خصوصیت اساسی سبک خراسانی باشد، برای سبک عراقی سخنبازی های پیچ در پیچ و تشبیه و استعاره های مرکب خاص است. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 55. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.